بد مصرف میکنیم و ما هم بد مدیریت میکنیم، بد سیاست گذاری میکنیم. شما که میدونید دارید بد مصرف میکنید، بد مدیریت میکنید، بد سیاست گذاری میکنید، خب بد غلطی میکنید که گورتون رو گم نمیکنید. 320 همت عدم و نفع نبود انرژی. با تمام تلاش داریم کار میکنیم که پنل خورشیدی بیاریم. دار و ندار مملکت و خرج انرژی هسته‌ای کردید که آخرش برید پنل خورشیدی بیارید. از کجا؟ از روسیه؟ از اونا بخواید بگیرید که یه 2-3 دنگ دیگه از دریای خزر رو میگیرن ازتون، بعد 10 سال بعد یه باطی قلمی هم بهتون نمیدن. از چین بخواید بگیرید که یه 10 تا کشتی باید بسلفید واسه 4 تا پنل بنجل که واسه اینکه کار کنن، بعد خود پنل رو هم بزنین تو برق. یعنی 1000 مگاوات ها مصرف میکنه که 100 مگاوات ها تحویل بده. همه شهرهای ما، اکثر شهرهای ما فرونشست داریم. فرونشست 2-3 سانتی متری نیاز به جلسه های اورژانسی داره. ما 30 سانتی، 35 سانتی، 36 سانتی داریم. خوبه دیگه. خبر خوبیه برای کلیه برادران ارزشی. از امروز به سایز هر چیزیتون که نتونید بنازید، به سایز فرونشستاتون میتونید افتخار کنید حداقل. الان قرار شده اساتید دانشگاه، همه نخبگان دانشگاه برن با اقتصاددانا، با مدیرا، با جامعه شناسا، با روابط با هم بشینن ببینن ما چگونه باید مدیریت کنیم، چیکار باید بکنیم. این همه آدم رو میخواید جمع کنید که بیان به شماها بگن چجوری مدیریت کنید؟ خب پوفیوز دومتون رو بذارید رو کولتون، برید بذارید خود همون استادا و نخبه ها مدیریت کنن دیگه.